اگر بگذره جان میده. یا کم میگذره و خودمون قدرن که بخواه یعنی خوبی جای کنه دست سازم همون خیلی رو یاد بگی جامون در چی شده پرکوف کشه یا اونا اگر مشکل در خیلی مسئله میشه که از همه شما خواهش میکنیم همین بین خالی است. برادرایی که در همین بیرون در هم جراس نستید وقتی مردم نگیرید تیز در اون پر شود نماز میخونیم وقت فرا رسیده ایستاده است. یک بار دیگر از همه شما خواهش میکنیم کسایی که در بیرون ایستادگان تیزتر در اون بدونن در اون پر شود تیز نماز رو شروع کنیم. خواهش میکنیم برادران. برای همین برادرای عزیز خداوند همیشه آرامی و آسودگی کشور عزیز ما را خداوند با همراهی پیشوای معظم ملت خداوند پایدار بگرداند و امروز بیان کردیم که در چند لحظه پیش انا همین نعمت بزرگ امن و امنیت است و آسودگی است که امروز با یک فضا در فضای آرام و امنیت بسیار مردم با یک سر بلند که امروز نماز عید به انجام رسانیده ایستاده و این همه از تلاش‌های سرور دولت پیشوای ملت است که امروز در فضای صلح و ثبات ما و شما آزادانه طاعت و عبادت خود را به انجام رسانیده ایستاده ایم. اما خاطر برادرای عزیز این نعمت‌های هستند که ما و شما پیوسته هیچگاه در هیچ لحظه در هیچ زمان باید فراموش نشود. در اینجا پیران روزگار دیده هستند که البته اگر اونا قصه بکنند از زمانهای پیش که چقدر